اعلاجی معرفی جمهوری تاجیکستان اگرانوم علیم دارنده اردنی شرف درجه 2 ایوب جان آچیلوف 63 ساله گردید. به این مناسبت در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفوروف چاره‌بینی ادانه تشکیل کرده شد. در روز مولد صاحب جشن رئیس ناحیه ظفربک دولتزاده نماینده از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند، دوستان و پیوندان، همکاران و شاگردان ایوب جان آچیلوف اشتراک نموده از کار و پیکاری او یادآور شدند. صاحب جشن بعد ختم انستیتوت خواجگی قشلاق تاجیکستان حاضر دانشگاه اگراری به نام شیرین شاه تیمور فعالیت خود را در این ساحه آغاز نموده بیش از 40 سال در وظیفه‌های گوناگون ساحه خواجگی خلق کشور دفاعی وظیفه کرده است. امروز ما بسیار شخصان نفر می‌بینیم که 100 سال بوده است. وقتی 100 سال ناموس ایمان کرد نمی‌دونم. امروز همین روزی بزرگی جناب محترم امروز دادن به کس کار نیک، نام نیک و همه اون خدمت‌هایی که بر خلق و وطن کردن امروز برای ما همون پایان است. صاحب جشن ایوب جان آچیلوف 20 می سال 1958 در جماعت دهاتی یاوه ناحیه باباجان غفوروف در عائله دهقان تولد شده است. وی فعالیت مهنتیش را همچون اگرانوم منطقوی کلخوز راه لنین الحال خواجگی جماعوی به نام جبار رسولوفی ناحیه آغاز کرده است. صاحب جشن در پیشرفت سرایاستی کشاورزی شهر و نواحی سوق نیز سهمی باسزا گذاشته است. در روز میلادش نماینده از سرایاستی کشاورزی سوق نیز تبریکات رئیس کشاورزی را به سهم حاضرین رسانیده مهرنامه و تحفه خاطروی سرایاستی کشاورزی را تقدیم نمود. مسئولین گفتند که بعدی به وظیفه رئیس ناحیه باباجان غفوروف تعیین شدن صاحب جشن ساحه باغداری و خواجگی قشلاق رو به افزایش نهاده است. بار نخست سال 2001 پختکاران ناحیه 32,000 تن طلای سفید جمع آوری کرده پیش صف شده بودند. همچنین در دوره رهبری ایوب جان آچیلوف پختکاران ناحیه سزاوار جایزه تاج زرین گشته بودند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت این دستاوردی پختکاران ناحیه را با ماشین سبکروی تمغه والگا گاز 3102 قدر کرده بود. خودی همان سال تحت راهبری صاحب جشن قریب همه نشان دهنده های ساحه کشاورزی در ناحیه باباجان غفوروف پورا اجرا شده بود. خواه در ساحه خواجگی قشلاق، خواه در وظیفه های مسئولین دولتی خود را همچون انسان کامل معرفی نموده و وطن خود صادقانه خدمت کرده. این بود که شما از جانب دولت و حکومت با مکافات های دولتی سرفراز گردانیده شدید. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جبار رسولوف شما را به سن مبارک 63 سالگیتان تبریک و تحیت گفته برای شما تنصیحاتی و خاطر جمعی دولتی پیری بردوام و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا می‌کنم. با احترام رئیس ناحیه جعفر رسولوف طاهر قدرت‌زاده. ایوب جان آچیلوف چند سال در وظیفه‌های رئیس ناحیه سیتمن و جبار رسولوف نیز کار و فعالیت نموده در پیشرفت خواجگی قشلاق این دو ناحیه سهمی نظررس گذاشته است. صاحب جشن در عائله نیز برای تربیت فرزندانش اهمیت جدی داده است. این بود که امروز پسرش در وظیفه سرمتخصص سرایاستی مالیه در ولایت سوخت کار و فعالیت دارد و دو دخترش باشد تعلیم دهنده نسل نو رسمی باشند. باید قید نمایم که پدرم به من نه تنها پدر بلکه دوستی نزدیک، رفیق مشفق و مصلحتچی به منت و راهنمای استادی من هستند. هنگامی در حل معما چی در زندگی و چی در فعالیت مالیوی و اقتصادی تنقیسی میکشم، اولین شخصی که من را باید شنود و پیش نظر می آید این پدر جانم هستند. در جنبه چاره‌بینی صاحب جشن ایوب جان آچیلوف سخنرانی نموده به اشتراکچیان برای تشکیل چنین روز خاطرمان اظهار مینتداری بیان نمود و تاکید کرد که دستاورد و موفقیتش در جاده فعالیت مهنتی پیش از همه به مسئولیت نسبت کار و حلال کاری در ادای وظیفه می باشد. برای شما آن آرزویی که کردید همتون با صحت و سلامتی و همین خواهانم که دائم ما همین رسپبلیک ما وطن ما با راهبری سربری دولت دائم شکوفان باشد. امسال 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان البته هزارها انشاءات‌های بزرگ باشد از جمله ناحیه باباجان غفوروف الهی آباد شود و ما فخر آن کنیم که ما در تاجیکستان عزیز زندگی می‌کنیم. ایوب جان آچیلوف عائله‌دار صاحب 3 فرزند و 10 نبیره می باشد. حالا وی به سن مبارک 63 یعنی سن نفقه رسید. گزارش فرزانه شمسی و طاهر کریم جانف برای برنامه